خیلی خوش اومده به ویدیو جدید از کانال من. و امروز قرار که اولین بازی که این چنل رو با شروع کردیم رو بازی کنیم و بار قبل من نتونستم درست بازی کنم و اصلا فکرم با الان فرق میکرد و خب بریم سراغ ویدیو و امروز سعی میکنم خیلی بیشتر بهتون گل بزنم بهشون و بهتون گل بزنم و یه برگردون اول بازی اومد ترکیه. خب طارمی هم بالا سرش نوشته اگه دقت کنید و بدو مثل چی بود رکوردم که هستیم. بنازم یه پاس بده به اونجا بگیری داداشم، یه پاس بده به اون، ای داداش پاس بده به اون. اوه پشمام گرفتش دروازه‌بان باریکلا. و اگه بخوایم بازی های فوتبال دیگه هم براتون میذارم و بازی بعدی که 100% براتون میذارم 100% بازی گرانی هستش و بابا گلوم درد میکنه آجی. خب بهتر یه او بزنم تو گل از همینجا میره. نه دیگه خیلی بد زدم. ولی خب واقعا تو چارچوب بود که اصلا هر جوری هم برو دیگه حوصلم سر رفت. برو خاطر بچه ها یه گل تمیز رو میزنم. خدا چرا اینجوریه؟ خدا تارمی بابا حاجی. والا وضع فوتبال که وسط اومد نه. کیا رئالن کیا بارسا تو کامنت ها حتما بگن و رئالیا لایک کنن و بارساییا یه قلب آبی به افتخار بارسا توی کامنت ها بذارن. منم که خودم طرفدار هر دوشونم و یه کار دیگه براتون انجام باید بدین و اونم اینه که طرفدار پرسپولیس و استقلالم بلند شدن ببینم چی میشه. این بعد بین 4 تا تیم جنگ گذاشتم. ساب ها پرسپولیس، قلب های قلب های قرمز حالا بارسا تو کامنت ها، قلب های آبی رئال، سابسکرایب پرسپولیس، لایک رئال. تمام شد دارم و برو بزن دیگه برگردیم چلنج چیکار ندارم. حالا بحث فوتبال میشه که خیلی مدعی میشن و تیما رو به هر روخ هم میکشن. میخوام آسون ترش کنم براتون یه 3 ساعت کارهای عجب و غریب نکنیم. الان دیگه از اینجا شروع میشه. کسایی که لایک کنن رئالن، کسایی که استاپ کنن بارسا و قلب‌های قرمز پرسپولیس و قلب‌های آبی هم پرسپولیس و استقلال. تموم شد رفت براتون آسون شد. لایک رئال، ساب و این گلم به افتخار همتون. لایک رئال، ساب بارسا و دیگه توی کامنت هم قلب‌های قرمز پرسپولیس، قلب‌های آبی هم استقلال. دیگه تموم شد و رفت دیگه. و پاس بده بهشون. حالا طارمی بدو 90 فکر نکنم بتونم این گل بزنم. برو جون مادرت برو یه دروازه گل پشمام دروازه‌ام دیل کردم بهش قامتون. لایک کنون پس این لایک دیگه نه دیگه لایک ها رو دیگه رئال و این چیز میذارم دیگه. الان ببینیم چی میشه کیا فوتبالی هستن. و یه بازی دیگر بهش عشق همتون انجام میدم و تا ویدیو رو تموم کنم که حوصله همتونم سر نره. و بدو
خیلی از یوتیوبرها هستن ناموسن اصلا عجیبه که انقدر لایک و سابسکرایب میگیره. منی که انقدر تلاش میکنم که شما اصلا لایک نمیکنه اصلا سابسکرایب نمیکنه، واقعا نامردیه که ما انقدر تلاش میکنیم یه برگردون جون مادر. بابا بزن تمومه. چه گل لبه خطی خفنی هم زدم. اینو شبیه چرا اینجوریه پشمام. تا حالا اینا رو به اینقدر عجیبی ندیده بودم. چه تیمی اس کورا. خب لبه خطی با برمیگردونه توپ زو چی پشمون فکر نمیگردم گل چه پشمون. ژاپن 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 نابود شد حرکت من. و یه پاس تارمی دعوایی و یه گل بعدی هم براتون میزنم. بابا هتریک زدم با ژاپنیا دیگه. بس دیگه ژاپنیا دیگه اینقدر خودتون با اون کارای الکیتون انجام ندین دیگه. حوصله‌مو سر برونی با استفاده. حاجی میخوام یه حرکت عجیب بزنم با استفاده که از شما تو بیام. میخوام از اونجایی که دوازم شروع میشه بیام همه رو دیلیت کنم. بذار ببینم میتونم. برو بریم بازی بکنم با خب بزن بریم از همینجا شروع کنم. میام از همین نقطه پنالتی بدو میریم. بیا برو تو اولین. بابا دامری بود دیگه داداش. داور مسابقه با من لجه. توی بازی قبلی هم که اینجوری بود ها اگه دیده باشید. اولین ویدیو من بود که داور واقعا با من لجه سختی گرفته بود. و این بار برون طرف از همینجا بریم سراغ یه حرکت خفن. این یکی رو که بعد دیدم کردم تو اولیش تو دومیش بودی تو سومی چهارمی پنجمی ششمی. بریم برو تو هم برو اون طرف. اینجوری سخت میشه وایسا. ای خدا خیلی زیاد بودن دیگه. نامردی بود. همه رو دیل بزنم فکر کنم. تو جایی که بود بزن جون مادرت. میزنم بابا. گل پنجم دادم. باید لایک کنی واقعا لایک کن. عشق همتون تو رو قرآن تو رو هم دیره میکنم. یه بزن دیگه تموم. آقا دیگه لایکو بزن دیگه داداشم. 5 تا گل زدم. کدوم بازی کنی 5 تا گل میزنه توی بازی؟ به نام خدا گلش من زدم دیگه صاف کن. ای وای دیگه نتونستم. دیگه نتونستم. بودو اون برای دریب کن و پش نتونستم. گل شیشم خیلی سخت. ناموسن فکر کنم سابو نمیزنین. تو رو خور بخواد بابا. پاس نده داداش. پاس نده. بابا که بمیرم من یه خطای. تو رو قرآن چه بدبختی داریم. داور مسابقه جون مادرت بزن. استاپ کن دیگه جون مادرت. دیگه اینقدر حرکت خفنی تو دقیقه 90 بازی زدم دیگه تموم. خب بچه ها تا ویدیو بعد خدا نگهدار. و دیگه خدا نگهدار دیگه.